بود نبود، موی سفیدی بود. او با کمپیر و 3 دختری نازنینش زندگی میکرد. شام موی سفید به انبار برای گندم رفت و یک خلطه گندم را به سر کتف گذاشت و به خانه برگشت. خلطه را موشها سوراخ کرده بودند و از سوراخی خلطه تا به خانه رسیدن کم کم گندم ریخته. موی سفید به خانه رسیده دید که خلطه تماما خالی. گندم را ریزاندی، برو و بیچین تا دانه آخرین جمع کرده بیا، فرمان داد کمپیر. بیچاره موی سفید خیلی سرسان شد و کمک گندم جمع کرد. خسته شد، خنک خورد. اگر آفتاب گرمی میداد و ماهتاب روشنی میبخشید و زاغ زاغان گندم را به من جمع کرده میداد، من دخترهایم را به آنها میدادم، گفت زیر لب موی سفید. و معجزه، همان زمان آفتاب عالم آرا برآمد و هوا را گرم کرد. ماه پیدا شد و همه جا را روشن کرد. زاغ زاغان پیدا شد و در یک چشم زدن تمام گندم ها را جمع کرد و به خلطه انداخت. پیرمرد به خانه‌اش آمد و به دخترهایش گفت: لباس های زیبایتان را پوشید و با نوبت به ایوان برآیید. شما را دامادهای خوب انتظار است. دختر کلانی لباس های بهترینش را پوشید و به ایوان برآمد و آفتاب او را به عرابه زرینش سوار کرد و با خود برد. دختر میانه نیز خود را آراسته و پیراسته از خانه برآمد و او را ماهی تابان به عرابه نقرگین سوار کرد و برد. دخترک خردی نیز لباس های زیبا پوشیده به بیرون برآمد. زاغ زاغانی قامت بلندی خوشبرود او را به عرابه پرنقش و نگارش سوار کرد و رفت. چند مدت گذشت و پیرمرد به یاد دخترهایش افتاد. تصمیم گرفت که به خانه دامادهایش به مهمانی می رود و از حال دخترهایش باخبر می شود. کافته کافته پیرمرد خانه زرین آفتاب را یافت. آفتاب و زنش از دیدن پیرمرد شاد شدند. برای پدری عزیز تو پچه بپز، گفت آفتاب به زنش. زنش زود خمیر را آماده کرد و آفتاب در میان خانه در کرسی نشست و زنش تابه را به سر او گذاشت. تابه تفسید و توپچه ها پخت. پیرمرد حیران، اما توپچه ها با لذت. پس از ضیافت آفتاب پیرمرد با آفتاب و زنش خیر و خوش کرد و به سوی خانه داماد میانه راه گرفت. در خانه نقرتاب ماهتاب نیز او را خوش قبول کردند. ضیافت آراستند. اگر اجازه بدهید من در حمامتان شستشو کنم، گرد راه را شویم، خواهش کرد موی سفید. ماهتاب و زنش زود حمام را گرم کردند و پیرمرد به حمام درآمد. تاریک است، گفت پیرمرد، چیزی را نمی بینم. حاضر روشن می شود، گفت ماهتاب و انگشتش را به سوراخی دیوار حمام خلاند و حمام مثل روز روشن شد. پیرمرد با حضور و حلاوت شستشو کرد و با ماهتاب و زنش خیر و خوش کرد. پیرمرد به سوی خانه زاغ زاغان راه گرفت.
در این خانه‌چه شاخ درختی عظیم نیز او را خوب مهمانداری کردند. وقتی خواب رسید و زاغ زاغان نردبانی آورد و پیرمرد و زنش به شاخ درخت برآمدند و در شاخه قفسی نشستند. زاغ زاغان در میان پدر و دختر نشست و بالهای سیاهی قوی و مثل ابریشم نرم و مثل کورپه سرپخته گرمش را باز کرد. پیرمرد سر به بالهای زاغ زاغان گذاشت و در عمرش بار اول تا سحر راحت و با فراغت خوابید. صبح دمید و پیرمرد با داماد و دخترش خداحافظی کرد و راه خانه‌اش را پیش گرفت. پیرمرد به خانه‌اش برگشت. او از دامادها و زندگی خوب دخترانش شاد بود. به کمپیر درباره آنها نقلها کرد. همین خیل چند مدت گذشت و پیرمرد از کمپیرش خواست که برای او توپچه‌های تابگی پزد. پیرزن خمیر را آماده کرد و تابه را به بالای آتشدان گذاشتنی شد. ایستا، با آتش نگذار، گفت پیرمرد و کرسی را در میان خانه گذاشت و نشست و گفت تابه را به سر من گذار. پیرزن حیران ولی بی یگان گپ تابه را به سر پیرمرد گذاشت. نیم ساعت گذشت، 1 ساعت گذشت، هیچ نی که تابه گرم شود. کمپیر غرغر کنان تابه را به آتشدان گذاشت و آتش افروخت و توپه ها را پخت. پیر و کمپیر توپه ها را خوردند. پیر و کمپیر حمام را گرم کردند و کمپیر خواست آتش چراغ را فروزان کند. ایستا، آتش لازم نه، تو در را بازی کن، من حمام را روشن می کنم، گفت پیرمرد و کمپیر حیران به حمام در آمد و پیرمرد انگشتش را به سوراخی دیوار حمام خلاند و پرسید روشن شد؟ نه، در این تاریکی افتاده دست و پا شکستن ممکن، ناراضیانه غرغر کرد کمپیر و آتش چراغ دستی را روشن کرد. پیرمرد حیران، کمپیر حیران تر از او. با این موی سفیدی او چی شده باشده؟ پس از شستشو کمپیر رخت خواب را آماده کرد و پیرمرد او را باز داشت. لازم نه، ما در مرخانه می خوابیم. پیرزن حیران چی خیل در مرخانه؟ عقلت را خورده ای؟ عقلت را خورده باشی، رو خودت در مرخانه بخواب. من در بستری گرمکک و نرمکک خودم می خوابم. پیرمرد به مرخانه آمد و در کنار مرغها در سری چوب مرخانه نشست و چشمانش را پوشید. خوابش بردن همان بود و از سری چوب افتادن همان. مرغها به داد و فریاد در آمدند، بزها باس می زدند، خوکچه ها غریو برداشتند. هنگامه شد. بیچاره پیرمرد با پیشانه ورم و شلوار دریده پشیمان و شرمسار به پیش کمپیر به خانه در آمد و سرش را به زیر کورپه پنهان کرد. او شرم می داشت از آن که خود را مثل آفتاب و ماه و زاغان فکر کرد و رفتار آنها را تکرار کردنی شد. اما او بیچاره یک انسانی عادی است.